سرخط خبرها. دیدار هیئت امارت اسلامی با ریاست وزیر تحصیلات عالی در حاشیه 17مین نشست بین المللی کازان با معاون نخست وزیر روسیه. سفر قاضی القضات کشور به چند ولایت به منظور نظارت و بهبود امور محاکم، تقویت هماهنگی میان محاکم و سایر ادارات اماراتی و دیپلماتان کانادایی خواستار وضع تحریم‌ها علیه رژیم اسرائیل. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت شما بخیر بینندگان گرامی. به خبرهای امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی اوروج خوش آمدید. امروز شنبه 26 ماه صفر سال اروان هجری خورشیدی است. اکنون توجه کنید به مشروع خبرها. هیئت امارت اسلامی با ریاست شیخ ندام محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی در حاشیه 17مین نشست بین المللی کازان با الکسی اورچوک معاون نخست وزیر روسیه دیدار کرد. شیخ ندام محمد ندیم در این دیدار بر تداوم روابط میان افغانستان و روسیه تاکید کرده و افزوده است دو کشور باید روابط تجارتی را به گونه مستقیم گسترش دهند. همچنین نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت در این نشست بر ادامه روابط اقتصادی و تجاری با روسیه تاکید کرده و گفته است برخی علاقاتی که خواهان تیره شدن روابط میان افغانستان و روسیه هستند باید به گونه جدی مورد توجه قرار گرفته و از اقدامات آنان جلوگیری شود. شیخ عبدالحکیم حقانی رئیس ستر محکمه و قاضی القضات امارت اسلامی در راس هیئت به ولایت‌های کندوز، بدخشان، بلخ، جوزجان و بغلان سفر کرده است. ستر محکمه امارت اسلامی در اعلامیه هدف از سفر قاضی القضات را نظارت و بهبود امور محاکم، تقویت هماهنگی میان محاکم و سایر ادارات اماراتی، شنیدن مشکلات مردم و تشخیص و رفع نیازهای محاکم ولایتی عنوان کرده است. طبق اعلامیه در ترکیب این هیئت یاد شده مولوی محمد جمعه فیضانی رئیس پلان و پالیسی ستر محکمه، حافظ مولوی عبدالولی محمود معاون ریاست عمومی تفتیش قضایی و مولوی فقیر محمد منیب عضو قضایی این ریاست حضور دارند. رئیس ستر محکمه در جریان این سفر با مسئولان و منصوبان قضایی، اداری و نظامی محاکم هر ولایت دیدار و فعالیت‌های گذشته محاکم را مورد نظارت قرار داد. نیازهای آنان را شنیده و به منظور ارائه خدمات بهتر به مردم با آنان صحبت‌های جامع انجام داده است. کار ساخت یک کمپلکس تجارتی زراعتی و مالداری با سرمایه‌گذاری 100 میلیون افغانی از سوی سکتور خصوصی در ولسوالی شاجوی ولایت زابل آغاز شد. مولوی عطاالله عمری وزیر زراعت، آبیاری و مالداری در مراسم افتتاح این پروژه بر حمایت از سرمایه‌گذاری‌های بنیادی در کشور تاکید کرده و گفته که وزارت زراعت آماده همکاری با سرمایه‌گذاران است. این کمپلکس در مساحت 300 جریب زمین اعمار می‌شود و شامل بخش‌های فارم زراعتی، مالداری و سردخانه است. و در خبر آخرین بر اساس گزارش شبکه خبری الجزیره حدوداً 200 دیپلمات ارشد پیشین کانادایی در نامه‌ای از دولت کانادا خواستند که به دلیل وخامت اوضاع در سرزمین‌های اشغالی فلسطین و لبنان تحریم‌های شدید علیه رژیم اسرائیل اعمال کند. در این نامه آمده است اگر تحریم‌های شدید بین المللی علیه رژیم اسرائیل اعمال نشود، این رژیم به نقض قوانین بین المللی و حقوق بشر ادامه خواهد داد و طرح‌های گسترش اشغالگری را بیشتر پیش خواهد برد. این در حالی است که دولت کانادا از سالها پیش تحت فشار شدید قرار دارد تا اقدامات جدی‌تر علیه رژیم اسرائیل انجام دهد تا این رژیم وادار شود به نقض حقوق بشری و نسل‌کشی علیه فلسطینیان پایان دهد. بینندگان گرامی، این بود خبر امروز که تقدیم تان شده است. توجه و همراهی شما جهان سپاس. خداوند یار و نگهدار شما.